مثل لیزر رو هدفت تمرکز کن و قهرمان زندگیت شو. اگه میخوای بدونی تمرکز لیزری رو چجوری تو خودت ایجاد کنی، این ویدیو رو از دست نده. حرکت آخری که بهت یاد میدم میتونه زندگیتو نجات بده. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشی. شماره 1. تمرکز لیزری همونطوری که از اسمش پیداست یه توانایی ذهنیه که بهتون کمک میکنه تا بتونین 100% توجهتون رو به کاری که تو اون لحظه به عنوان اولویت انتخاب کردین بذارید. یعنی دیگه تمام انرژی و حواستون فقط به این کاره و یهو به یه جای دیگه پرت نمیشین. شماره 2. با حفظ تمرکزه که شما خیلی راحت به نتیجه مطلوبتون میرسین و زمان و انرژیتون به هدر نمیره. همچنین به فرایند کسب تجربه و تواناییتون کمک میکنه و باعث کشف استعدادها و پتانسیل‌های درونیتون میشه. شماره 3. قبل از هر کاری خوب استراحت کنید. اجازه بدین مغزتون کاملا راحت و آروم باشه. اگر از هر کدوم از کارآفرینا و افراد موفق تو زمینه‌های مختلف بپرسین، بهتون میگن که همه چیز از یه خواب ایدئال شروع میشه و صرفاً با خوردن قهوه و داشتن اراده نمیشه به هدف رسید و اینا همش یه تئوریه که از قبل تو ذهنمون کردن. هر چقدر ساعت کمتری به خواب و استراحت بپردازین، ثبت خاطرات یا توانایی حل مشکلات برای مغز سخت‌تره. خودتون رو گول نزنین که با 3-4 ساعت خواب میتونین دوباره سر پا بشین. نه، چنین چیزی به مرور زمان باعث از بین رفتن قدرت بدنی شما میشه. هر فرد بالغ به طور متوسط به 7 تا 9 ساعت خواب عمیق نیاز داره. قبل از شروع فعالیت و درست بعد از خواب کافی، شما باید یه مدیتیشن جذاب و برای خودتون در نظر بگیرید که در این موردم تو ویدیوهای بعدی صحبت میکنیم. شماره 4. یه برنامه قابل اجرا برای خودتون بنویسید. توی این برنامه اولین مورد رو استراحت و مدیتیشن قرار بدید. اونم دقیقاً برای بعد از برنامه ریزی. چون طی نوشتن این الگوریتم مغز دوباره به حالت نیمه خسته در میاد و باید زمان کوتاهی رو استراحت کنه. در مرحله بعدی اولویت مهم زندگیتون که باید روش تمرکز کافی داشته باشید و قرار بدید. دقت کنید اگر روی تکنیک 25-5 حرکت کنید بهترین نتیجه ها رو میگیرید. یعنی 25 دقیقه کار عمیق، 5 دقیقه هم استراحت عمیق. این کار رو تا 4 بار پیوسته تکرار کنید. با این روش نه خودتون خسته میشید و نه اون کاری که میخواین انجام بدین به تعویق میافته. شماره 5. زمانی که بدونین چه کارهایی باید انجام بدین دیگه راه مشخص میشه. دقت کنید. برای اجرای مؤثر فعالیت‌های بزرگ هم میتونین اونها رو به چند کار کوچیک تقسیم کنین. چون بزرگ بودن یه فعالیت ناخودآگاه مغز رو تحت تاثیر قرار میده و واکنش‌های بسیاری رو در ذهن ایجاد میکنه. همین امر باعث میشه تا افراد تمرکز خودشون رو از دست بدن. به همین خاطر برای داشتن تمرکز لیزری فعالیت‌های بزرگتر رو به کارهای کوچیک‌تر و قابل کنترل‌تر تقسیم می‌کنیم. هر چقدر بخش‌های اجرایی کار کوچیک‌تر باشن، رسیدن به پایان کار آسان‌تر میشه. همزمان با اجرای کارهای ساده و کوچیک‌تر، به بررسی روند پیشرفت خودتون بپردازید. اطلاع از روند پیشرفت کاری موجب ترشح دوپامین شده و در نهایت انگیزه افراد برای ادامه کار افزایش پیدا می‌کنه. یه مطلب دیگه این که تقسیم یه فعالیت بزرگ به چند کار کوچیک احتمال انجام چند کار رو به صورت همزمان کاهش میده. لازمه بدونید انجام چند کار به صورت همزمان یه سم قوی برای ایجاد و پرورش تمرکز لیزری. شماره 6. عوامل حواس پرتی رو از بین ببرید. اعلام پیام‌های دریافتی شبکه‌های مجازی خودتون که مرتباً براتون نمایش داده میشه رو بی صدا کنید. صفحات وبی رو که با هدف و کارتون مرتبط نیست ببندید. حتی میتونین برنامه‌هایی رو که ممکنه توجهتون رو جلب کنه از دسترس خارج کنید. برای این کار میتونید از اپلیکیشن فریدام استفاده کنید. این اپ برنامه‌ها و صفحات وبی که موجب حواس پرتی میشن رو مسدود میکنه. کافیه لیستی از سایت‌ها و برنامه‌ها رو برای عدم دسترسی تنظیم کنید. به این ترتیب این سرویس‌ها در تمامی دستگاه‌های مرتبط با شما از جمله تلفن همراهتون مسدود میشن. حتی میتونید اگر به موبایلتون نیاز ندارین اونو خاموش کنین و توی کشوی قرار بدین و بهش فکر نکنین. همچنین اگر گفتگوهای دیگران
موجب حواس پرتی شما میشه، میتونین ازشون بخواین تا به شما فضای مورد نیازتون رو بدن تا بتونین طبق برنامه‌تون پیش برین. نگران نباشین. ایرادی نداره که گاهی از همکارای خودتون کمی فضا درخواست کنید. هنگامی که به تایم استراحت میرسید، یه لیوان آب بخورین. بایستین، قدم بزنین یا کمی دراز بکشین. سعی کنین کمی از محلی که کار میکنین دور بشین و به ذهن خودتون استراحت بدین. برای بهبود عملکرد مغز لازمه که به طور منظم استراحت کنه تا بتونین تمرکز خودتون رو حفظ کنین و در مسیر رسیدن به هدف بمونین. ذهن و جسم خودتون رو پرورش بدین. تمرکز واقعی زمانی محقق میشه که بدن و ذهن هر دو توی شرایط عالی باشن. حتما تجربه کردین که هنگام خستگی، بیماری و بی‌حوصلگی حفظ تمرکز سخت میشه. اگه تا اینجای ویدیو برات جذاب و مفید بوده، ویدیو رو لایک کن. پرورش ذهن رو میتونین با افزودن تمرینات هوازی به روتین زندگی خودتون شروع کنید. تحقیقات نشون داده که انجام تمرینات هوازی اندازه و عملکرد غده هیپوکامپ قدامی رو بهبود میده. در نتیجه سطح مهارت‌های شناختی حافظه سه‌بعدی افزایش پیدا میکنه. به علاوه برای مراقبت از ذهن و جسم، نوشیدن آب بسیار لازمه. کم آبی حتی اگر به اندازه 2% باشه، سبب ایجاد حس خستگی، غمگینی و در نهایت عدم تمرکز میشه. زمانی که بدن به طور مداوم و کامل هیدراته بشه، مواد مغذی به طور کارآمدتری به سمت مغز حرکت میکنه. یه مغز هیدراته میتونه خلاق‌تر باشه و از مهارت‌های تصمیم‌گیری بهتری بهره مند بشه. بریم سراغ مهمترین و اصلی ترین قسمت تمرکز لیزری. شماره 7. به پرتوی نور خورشید نگاه کنید. یادتونه توی بچگی یه ذره‌بین برمی داشتیم و با استفاده از اون و نور خورشید برگ‌ها و کاغذها رو می‌سوزوندیم؟ تمرکز لیزری دقیقاً همینه. باید تمام قدرت رو توی یه نقطه که هدفته جمع کنی. با این توانایی دیگه تو میتونی هر کاری بخوای و خیلی ساده انجام بدی. فقط کافیه بخوای و شروع کنی. فقط کافیه یاد بگیرید چطوری ذهن خودتون رو به یه ابزار تنظیم شده برای حل مسئله و بهره‌وری تبدیل کنید. پیشنهاد میکنم تمرکز لیزری رو تمرین کنید. ضمناً اینو به خاطر داشته باشین نگهداری این سطح تمرکز نسبت به ایجاد اون مهمتر و سخت‌تره. پس باید همیشه هدفهای مهم زندگیمون رو جلوی چشم داشته باشیم. اگه میخوای بدونی چطوری باید هدفتو با دقت و درست انتخاب کنی و در مسیر رسیدن به اون قدم برداری، حتما ویدیوی بعدی رو ببین.